خبرها شنیدم یارو توی کوه داشته میرفته یه زمرد پیدا کرده به قیمت 2 میلیون دلار. اون وقت من دیروز تو خیابون میرفتم یه 100 تومانی دیدم، دلا شدم ورش دارم لباسم جر خورد، 150 تومن دادم خیاط برام دوخته. تو نمیشه حالا با یه مثال مثبتی برنامه‌تو شروع کنی؟ ناکس حتما باید سینه مقام عظمای بدبخت رو نشونه بگیری دیگه. بسیجی‌ها فهمیدن که تو داری اینستکس و اروپا رو میگیری که اومدیم دلاشیم پول پارو کنیم به جای 4 تا FATF و بدترشو بارمون کردن. واسه من ها نکن، من مقام عظما نیستم با چهار طوری خاصی با من صحبت بکنی. مرحوم ابوی به داش کوچیکه قلومتون میفرمودن بزن بهادر کوچیکه، عرض میکرد ها، میفرمودن ها و زهر مار، بگو بله. پس تو کی میخوای آدم شی؟ اونم میگه من از این سوسول بازی ها خوشم نمیاد، هیچ وقتم آدم نشد. منم همینطور. سوال اول، از کی نظاممون اینقدر شفاف شده؟ منظورت حرفای پهنیانه دیگه. پناهیان آره آمده. همون پهنیان که صحبت شفاف سازی تو نظام میکنه. عربده کشیدن این سر شفاف سازی مال بدبختی اون یکی جنا نیست، مال نفس افتادن عظماست که اینم افتاده وسط داره واسه خودش شلک تخته میندازه. مار که پیر بشه قورباغه هم کری میخونه. شورش نمیرسه که بعض شفافیت مثل نظافت راه پلاست از بالا شروع میشه. معلومه که شعورش نمیرسه، وگرنه که پاشگیری راه نمینداخت اون نظام. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله. میفرمودن مشنگرم دکتر گفت تو خوابیدن مشکل دارم، دکتر نشوندش با یکی از این چکشای پزشکی زد رو زانوش، اینم بلند شد خوابود زیر گوش دکتر گفت چرا میزنی؟ گفت تو اول زدی. دکتر گفت ناکس من میخواستم اعصابتو آزمایش کنم. مشنگی گفت خب اینم جواب آزمایش، حالا نسخه رو بنویس. بگذاریم آقای دکتر، این ظریف شغلش بیرون کشیدن نظام از بدبختیه، ولی حالا همه نظام بسیج شدن که براش ویزا بگیرن که راهش بدن آمریکا. اصل موضوع چی میشه آقای دکتر؟ اگه پاش به مجمع عمومی نرسه که خب حرفای نظامم نمیتونه بزنه، اگرم برسه انقدر باید واسه ویزا موس کنه که دوباره جیکش در نیاد و حرفای نظام بازم نمیتونه بزنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله. میفرمودن مشنگه به معلمش گفت اگه 10 نمیدی واسه چی درس بخونی؟ اگرم 10 میدی دوباره واسه چی درس بخونی؟ دکتر پس نقش این وزیر خارجه چی میشه؟ با هنر هفتم برات توضیح میدم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله. میفرمودن به مشنگه گفتم بیا تو فیلم بازی کن، گفت نقشم چیه؟ کارگردان گفت نقش حساس داری، باید از این دیوار بری بالا خودتو پرت کنی اون طرف، بعد داد بزنی آی مردم. مشنگه گفت من بلد نیستم دیوار برم بالا. کارگردان گفت مهم نیست، این صحنه رو که نشون نمیدی، فقط داد زدنت پخش میشه. مشنگه گفت بلند بگم آخ مردم یا یواش بگم؟ کارگردان گفت مهم نیست، صدات هم پخش نمیشه، بعدا دوبلور به جات میگه. روشن شد یا بفرستمت اون طرف دیوار؟ نه خیر آقای دکتر، بدبختی های همین طرف دیوار برای 7 پشتمون بسه. آقای دکتر حاجی روحانی عین تارزان که راجع به خودش هم سوم شخص صحبت میکنه گفت حسن روحانی با کسی عکس نمیگیره. این تحریم عکسی چه بلایی سر آمریکا میاره؟ آیا به زودی شاهد از هم پاشیدن نظام استکباری هستیم یا نه؟ توهم که نیست، سربسته میگم. اعتماد به نفس بعضیا رو خر اگه داشت میشد سلطان جنگل. خیلی ممنونم که سربسته گفتین. آره مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله. میفرمودن مشنگ متوهم تو رستوران تنها نشسته بود، سر میز داشت سیگار میکشید. یکی بهش گفت ببخشید شما تنها هستین؟ افه رمانتیک گرفت یه پوکی زد به سیگار، گفت آره خیلی وقت تنها. اونم گفت زر زیادی نزن بابا، اومدم صندلی اضافت رو ببرم. آی دکتر هرچند این حسن روحانی رو با خاک یکسان کردین، اما مقام عظما گفتن باید توبه کنن و برگردن به برجام تا بریم مذاکره بکنیم. آره بعدش هم تحریما رو لغو کنن، بعدم بیان تو تلویزیون مصاحبه کنن بگن که عجیب شده کی بودن اینا. آره مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله. میفرمودن کارمند صرف کیلومتر رفت مصاحبه شغلی، صاحب شرکت گفت چقدر حقوق میخوای؟ یارو گفت سالی 90,000 دلار، البته بسته به این که چقدر مزایا بدید. صاحب شرکت گفت موافقی با 5 هفته تعطیلی، 2 هفته تعطیلی با حقوق، بیمه درمانی،
حقوق بازنشستگی ویژه، ماشین شیک و مدل بالا، سالی 2 تا سفر خارج. کارمند پرید هوا گفت شوخی میکنی. رئیس شرکت گفت معلومه ولی خودت سر شوخی رو باز کردی. روشن شد یا بفرستم سفر خارجی. دکتر بیشوخی بگم شاکی هم از دست اروپا کلی قول دادن که تحریم و دور میزنن و اینستکس را میندازن و برجام زنده نگه میدارن ولی کو سر میدوموندنمون مثل چی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن آدم زرنگ همیشه 2 جاش کبوده، یکی پای چشش یکی هم پشت دستش. چرا آیه دکتر؟ آها، هر وقت مشنگه چیزی ازش خواست محکم بزنه اینجا بگه رو چشم، بعد که گفت پس چرا ندادی محکم بزن رو دستش بگه آخ یادم رفت. آیه دکتر اما در عوض مگه گامای 60 روزه نظام فشار خرد کننده رو اروپا و جهان نذاشته؟ درسته به زبون نمیارن ولی حتما این فکشون پیاده شده و مجبور میشن آمریکا رو ول کنن و بیان دنبال نظام. تو کشکی بادمجون دوست داری؟ خیلی آها، حالا اگه یه ظرف کشکی بادمجون بذارن این طرف، یه ظرف گوشت آهوی بریون هم این طرف، چی کار میکنی؟ با کله میرم سراغ آهوی بریون. کشک و بادمجون دوست دارم ولی خر که نیستم آهوی بریون رو ول کنم. خب وقتی یه مجریه بی بهره از فهم استراتژیک اینو میفهمه، فکر کردی اروپا مشنگه که آمریکا رو ول کنه بیاد دنبال نظام؟ مثلا مقام عظما خوش تیپه یا خوب تار میزنه؟ کاش خوب تار بزنه آقای دکتر، چون تو تیپ که شانسی نداره. ولی آقای دکتر این حرف شما قبل از اینکه فک مقام عظما رو زده باشه توهین به منه. چطور؟ خودم تو فیلم پدرخوانده دیدم که گفت مهم نیست که اونا پشت سر من چی گفتن، مهم اینه که چرا اینقدر پیش تو راحت بودن که پشت سر من حرف میزنن. دیدی حالا خودت به مقام عظما میگی پدرخوانده ناکس؟ من کی گفتم مقام عظما پدرخوانده؟ گفتم پدرخوانده